خب امروز اومده با مود ترسناکی به نام گاد، یعنی خدا رو داخل ماینکرافت نشون میده. حالا خدا چه شکلی مثلا داخل ماینکرافت. خب طبق معمول بار اول مثل توی ورد اسکریپت یا هر پلیری که یه ورد میسازه میاد شوت میکنه، یکی همینطوری میزنه دیگه. کم که اونور با خودم گشتم دیدم واجه یه سوراخی تو اون بار که خیلی عجیب بود واسم. و یه سوراخ دیگه هم شاید بدارم حرف میزنم، یه سوراخ دیگه هم توی قور دیدم که خیلی عجیب، مثلا جدا از مود مپش یه ذره خیلی بده. و این یکم از برم جلوتر و تو آیرنی نیست ما بکنیم، نه نمیم که قواره اوی داشتم میفتم پایین. گوسفندان گرامی، خود اینا رو تبدیل پلنک میکنیم. اینکه داشتم طول و اینا رو تبر و این سورد و اینا رو میساختم، عکس و پیککس و اینا، یه اتفاق عجیبی افتاد. یک لحظه واستا قبل از اینکه ببینیم خود چه شکلیه و قراره بیاد، ویدیو رو لایک کن، سابم بکن حتما. واقعا چشم داره، خیلی ترسناکه. من واقعا اون لحظه دیده بودم و منو کشت. اصلا نفهمیدم چرا، هیچی نفهمیدم. پس تصمیم گرفتم برم داخل وردستا و اونجا گادو تست کنم. از اون چیزی که اون لحظه‌ای که افتاده بود دنبالم دیده بودم خیلی بزرگتر بود. این خیلی بزرگه، بولاشو نگاه کن، چشارو نگاه، خیلی نگاه بینم داخلش. از اون چیزی که دیده بودم افتاده بود دنبالم خیلی بزرگتره، خیلی بزرگه. خب اینم بود از این ویدیو. لطفا ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب هم بکن، کامنت هم بذار، زنگوله کوفتی هم بزن لطفا. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.